سلام. اگه دوست داری بدونی چرا کتاب فوم رولینگ، این ویدیو رو ببین. توی فصل اول این کتاب شما با فلسفه کلی علم فوم رولینگ آشنا میشید و میتونید فوم رولینگ رو بشناسید و بدونید توی فوم رولینگ شما باید چه کاری رو انجام بدید، بایدها و نبایدهای فوم رولینگ چیه و ارتباطی که فوم رولینگ با بخش‌های مختلف بدن داره و تاثیرات مختلفی که میتونه روی اون بذاره رو به طور کلی تشریح کرده. توی فصل دوم این کتاب مزایای فوم رولینگ بررسی شده. دوستان، همونطور که میدونید استفاده از فوم رولینگ توی 3 فاز قبل از تمرین، حین تمرین و بعد از تمرین توصیه شده. این بخش‌های مختلف رو توی فصل دوم بررسیشو داریم و اینکه استفاده از فوم رولینگ در هر کدوم از این فازها میتونه چه تأثیری رو داشته باشه. اواخر فصل دوم اومده گفته آقا فوم رولینگ چه تأثیری روی CNS داره، چه تأثیری روی سیستم اعصاب مرکزی ما داره، روی مایوفاشیا میتونه چه تأثیری رو بذاره و بدن رو به صورت بخش اون مزایای فوم رولینگ رو روی این قسمت‌ها مورد بررسی قرار داد. توی فصل سوم راجع به ایمنی و فوم رولینگ صحبت شده و نکاتی رو که ما باید موقع استفاده از فوم رولینگ در نظر بگیریم. فوم رولینگ رو برای چه جاهایی استفاده کنیم، برای چه جاهایی نباید استفاده کنیم، اینها رو توی فصل سوم اومده به طور کامل توضیح داده. توی فصل چهارم هم رفته سراغ معرفی تجهیزاتی که ما این فوم رولینگ ازش استفاده می‌کنیم. انواع رولرهایی که داریم، تاریخچه رولرها، از روز اول چه رولری بوده و ایده‌اش چطور به ذهن رسیده و تا امروز که رولرهای پیشرفته تولید شده. فصل پنجم تا دهم این کتاب بچه‌ها از سر انگشت شست پا تا هر جایی که توی بدن نیاز به فوم رولینگ داره و امکان فوم رولینگ داره به صورت بخش و جدا همراه با شکل، تکنیک‌های رولینگ هر ناحیه به طور مجزا و به طور کامل توضیح داده شده. توی فصل دهم اصول برنامه‌ریزی فوم رولینگ توضیح داده شده. اینکه شما چطور میتونید بدنتون رو ارزیابی کنید و تکنیک‌های رولینگ هر بخش از بدن رو برای اون قسمت ارائه بدید و چطور میتونید تکنیک رو انتخاب کنید، رولرتون رو انتخاب کنید. توی فصل دهم راجع به این مسائل به وضوح صحبت شد. فصل 11 تکنیک هایی که برای گرم کردن و وارماپ میتونیم از فوم رولینگ استفاده کنیم برای گرم کردن، با هدف گرم کردن و با هدف وارماپ رو به طور کامل توضیح داده. فصل 12 راجع به فلکسیبیلیتی، انعطاف پذیری و تکنیک هایی از فوم رولینگ که روی انعطاف پذیری تاثیر میذاره صحبت کرده و با استفاده از فصل 12 شما میتونید برنامه افزایش انعطاف خودتون با فوم رولینگ رو تنظیم کنید. فصل 13 هم که کاملا راجع به ریکاوری صحبت شده، نحوه استفاده از فوم رولینگ برای ریکاوری به وضوح توضیح داده شده. فصل 14 هم که خیلی مرتبط با کار ما هست، در مورد تکنیک های توانبخشی رولینگ صحبت شده. مربی باشی یا ورزشکار، یه نسخه از کتاب فوم رولینگ به کارت میاد برای اینکه تکنیک های فوم رولینگ رو بهتر بشناسی و بتونی به طور اصولی از فوم رولینگ استفاده کنی.